پیامبر علیه السلام میفرماید قیامت برپا نمی شود تا زمانی که اشرار بدترین انسان ها بر بالایشان حکمت نکنند، تا زمانی که دنیایشان در دست انسان های فاسق و ظالم داده نشود. امروز عزیزان من ببینیم زمانه کجروشان را ببر کشد بیدل، الان که راست رود خار چشم افلاک است. اگر راست روان شوی باور بکو در مقابل این بزدلان اگر استاده شوی خار چشم تمام امت میگردی. ولیکن باز هم عزیزان من متوجه باشیم، باز هم حقایق دین را بشناسیم. و جناب رسول معظم صلی الله علیه و سلم می فرمایند لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لک ابن لکعین. جناب محمد مصطفی علیه السلام می فرماید قیامت برپا نمی شود تا زمانی که دنیادارترین بهره‌مندترین انسان ها در دنیا کسانی باشند که احمقترینشان باشد. زمانی که احمقترین انسان ها، نادارترین انسان ها، بیعقلترین انسان ها، زمانی که در بین امت داراترین انسان ها شد، منتظر قیامت باشید، منتظر قیامت باشید. عزیزان من، جناب رسول معظم صلی الله علیه و سلم یک روز با صحابگان کرام نشسته بودند. حضرت مصعب داخل اتاق حجره شد، دید جناب محمد مصطفی علیه السلام یک چادری پینه پینه و پاره بر بالای سر حضرت مصعب انداخته شده است. نگاه کرد بر حالت مصعب، گریه کرد جناب رسول الله علیه السلام. گفت مصعب چه حالی در مکه داشت ولیکن فی الحال به چه حالی کشانده شده است. جناب رسول الله علیه السلام فرمودند، گفت ای صحابه های من متوجه باشید زمانی برای شما فرا می رسد که صبح یک غذا می خورین، شام غذای دیگر، کفش می پوشین، شام کفش دیگر، صبح یک لباس را برتن می کنین، شام لباس دیگر. خانه هایتان را به طریق کعبه مجلل کرده می شود، خانه هایتان را هم مجلل می کنین. مراد از اسرافی که در بین امت جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می آید، یعنی امت دارا می شوند. این حالت را جناب رسول الله علیه السلام اشاره کردند. جناب صحابگان کرام فرمودند، گفت یا رسول الله نحن یومئذ خیر من اليوم نتفرغ للعباده و نکفی المؤونة. عزیزان من، صحابگان کرام فرمودند، گفت یا رسول الله امون روز خیبرهای ما خوب هست، امون روز خوب هست که زندگی ما برآورده شود، خوب برای عبادت آماده می شویم، خوب از مشکلات خانواده خلاص می شویم، خوب فارغ می شویم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه فرمودند؟ مانند همین زمانی که انسان ها دنیا را گرفتن دین را رها کردن، انسان ها قدرت را گرفتن دین را رها کردن. جناب رسول الله علیه السلام فرمودند قال لا، هرگز نه، او روز برای شما خوب نیست. او روزی که شما از فقر دور می شوید، او روزی که دنیای شما بهتر می شود، او روز برای شما خوب نیست. انتم اليوم خیر منکم یومئذ، امروز شما از او روز دارایی شما کرده بالاتر و خوبتر و بهترتر است، چون در او روز دین از کنار شما می رود. امروز فقیر هستین، تنگ دست و نادار هستین، ولیکن امروز با خدا هستین، امروز با خدا هستین، در عشق رسول الله هستین، در محبت پروردگار هستین. ولیکن در روزی که دنیا برای امت داده شد، قدرت و شان و شوکت برای امت داده شد، در اون روز دین را رها میکنن، در اون روز شریعت را رها میکنن، در اون روز محبت خدا را رها میکنن، عبادت رب العالمین را رها میکنن. اون روز صحابگان رسول الله بهتر از امروز غنای من و شما هست.